خیلی خوب و تشکر زیاد و ما دیگر معلومات خیلی خوب پیدا کردیم و هستند نفرانی که از مثلا گفتیم که حرام است و حلال است و بینش شبهه است و تا جای میدانیم که بعضی از علما حتی از بعضی حلال نیست شبهه میکردند یا اینکه پرهیز میکردند و این را گفتم ما چرا فهمیده میتوانیم چرا از حلال پرهیز میکردند؟ از حلال پرهیز کردن را در اصطلاح شریعت زهد میگویند، یعنی از حلال های الله تعالی پرهیز میکردند که مقصد روز قیامت حساب و کتاب دارد. طعام های قیمت نمیخوردن، لباس های قیمت نمیپوشیدن، یعنی که میگفتن شاید دیگر مسلمان های محتاج است گفته خودداری میکردن، حالا آنکه اگر مادامی که از مال خودشان باشد و حلال باشد خرید خوردن چیز قیمت یا گرفتن لباس قیمت بها اجازت است، از چیزی حلال هم خودداری میکردن که فردا حساب و کتابش زیاد نشود. گفته این زهد میگن نامش را. یعنی که مقامی بالاتری انسان هایی که در تقواداری در بالا هستند. بله تقوا این از حرام پرهیز کردن، ورع این از شبهه پرهیز کردن، زهد از چیزی حلال پرهیز کردن است.